گوش که ترک کن seni seviyorum Ayğam açava bedor میدانی؟ Ben seni seviyorum Ayğam açava bedor Yoksa bilmiyorsun ای یکی یاد کدیم زنگ زن تونستی همه خطت دور کده قنزن ده فکری مرم بشت کم کم ای پشتی تا تمامی جهون قد جنگم جل که نبود بودم عصبی اکه بیازی تو احوال مرا پی سنی سیف پس نگو سیویارم در کار نیست این همه عاشقانه خوندی آخرش یهو استاپ داد Ben seni seviyorum Ayğam açava bedor درود حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریساس هم در چنل پریفون میوزیک. بندم که سینا هستم. خیلی خوش برگشتید یک بار دیگه با یک موزیک بسیار جذاب، این بار از جنس رپ تاجیکی. چه شود؟ قراره بریم با آدآکا دلاور عزیز همراه شیم و سویاروم که بسیار داغ و تازه است، یک ماه پیش داده بیرون و به طرز عجیبی نزدیک به 4 میلیون بارم شنیده و دیده شده. بریم بشنویم و کیفشو کنیم. 1 میلیونشو برا ما. حاضرید؟ حست میگه ازبکی خونده میشه، یعنی ترکی، چون سویارومه. J.E.B. Ben seni seviyorum Ayğam açava bedorum Medoni Ben seni seviyorum Ayğam açava bedorum Medoni Yoksa bilmiyorsun Ben seni seviyorum Ayğam açava bedor یاد کدیم زنگ زن تونستی همه خطت دور کده قنزن ده فکری مرم بشت کم کم ای پشتی تو تمامی جهون قد جنگم دل که نبود بودم عصبی اکه بیازی تو احوال مرا پی سنی سویارم نرک گفتم نبرو برامدی نبی نگفتم ترک کاری کدی تردی دوبای کاری را میکدی ایمان بدم زیچرم داری خودت مدام مادشرمی ابدی میشم سخت دارم میکنه شوار میخوام بیلت گیرم مکنه پروار و درود بگم اما گپا منه که دوری تو گوش که ترک کن چه ساخت و تنظیم خوبی هم داره. خیلی کار خاص از جوون ها میبینیم. آدآکا دلاور فکر کنم شما شنیدیش نزدیک به 3 سال پیش و کارش خیلی قویه. یعنی ایشون هم مثل لئو، مثل باستر، همونایی که همیشه میگی جز رپرایی هن که کارای تمیز، ولی این یه دونه دیگه خیلی گله، یعنی گله کارو که میگن در آورده. فارسیه کارش خیلی تو اف ام نیست. یعنی یکی از اون خواننده‌ایه که خیلی سبک خوندنش یادمه. اون آهنگ قدیمیش هم موقع داشتم من ادیت می‌کردم خودم توی ریاکشن نبودم، ولی گفتم شبیه آرمین تو اف ام ایرانی خیلی هم طرفدار داره این مدل رپ عاشقونه. خیلی خوش صداست. آره. میکنه شوار میخوام بیلت گیرم مکنه پروار و درود بگم اما گپا منه که دوری تو گوش که ترک کن Ben seni seviyorum Ayğam açava bedor میدانی؟ Ben seni seviyorum Ayğam açava bedor Yoksa bilmiyorsun مرسی ما علی شدک با لکسوس ترم علی شدی افسوس مرم مسوزم ترم سوس ای دردم خبر دوره و گویا که نداره دیلو تو دکب داره دیلو خو نداره و گو چطوره نداره دیلو уже دیگه و یک دلفن داره دپلانش تو نستی و ارزوی دیدن داره
حتی نرو فکر کنم از این 4 میلیون نفری که شنیدن و گوش دادن 3 میلیونشون قشنگ با هندزفری و هدست گوش دادن، چون فوق العاده قشنگ رکورد و تنظیم شده، صدا میاد تو ذهنت و مغزت میپیچه، یعنی فرق میکنه با اسپیکر گوش دادن. بله خیلی تمیز و خوب. تقدم زن تونستی ام خطت دور کده قنزن دا فکر مرم بشت کم ای پشتی تا تمام جهون قد جنگم جل کنه بودم مسابی اک بیوزی تو احوال مرا پی seni sev. Pes. نگو seviyorum. در کار نیست. این همه عاشقانه خوندی. آخرش یهو استاپ داد. گفت حواست باشه. خیلی قشنگ. میتونم هم سو میارون باشم. دوستت نداشته باشم. ولی این همه دوستت داشتم، این همه پشت شبا پشتت گریه کردم، نرو بمون تو این خونه. میدونی؟ حالا که قدر ندونستی برو. منم دیگه نمیگم سبیارو. بسیار زیبا، خوش صدا و واقعا رپای تاجیکی سورپرایز. یه ماشین بخرین و انگار تو ماشین گوش کنین. آفرین، قشنگ موزیکایی ان که رو سیستمو باید یه سیستم خوبم ببندی که قشنگ این صدایی که ضبط شده عالیه. خیلی قشنگ بود، کیف کردیم. لایک و کامنت رو برای ویدیو ما فراموش نکنید. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.